چاق شدن در این کشور، در این میان ما فرمودند که در هر هفته 30,000 مهاجر از ایران وارد افغانستان می شود. چه خوب بود که برادر ما که حرف بیان کردن از پشت منبر خود برای مسئولین ایران خود می رساندند که چه خوب بود که همین مهاجرین را شما به هر ماه 30,000 وارد افغانستان می نمودید تا اینکه مردم افغانستان، ملت افغانستان می توانستند از مهاجرین خود، از اون مهمانهایی که مدتها برگشته بودند عزت بنمایند. امروز شما برادر عزیزی که حرف بیان میکنید، آیا شما از مرز اسلام قلعه افغانستان خبر دارید؟ آیا شما خبر دارید که قریب به 55-60 هزار مهاجر در مرز اسلام قلعه تبدیل به یک غزه دومی شده هست؟ اطفال معصوم شیر خشک ندارند، اطفال معصوم ما جان میدهند، زنانی هست که اونجا خیمه و امکانات ندارند، وسایل بهداشتی در آنجا معلوم نیست. آیا شما اینها را نمیتوانستید به گوش مسئولین برسانید؟ دوم نکته شما اشاره نمودید، فرمودید که ما جوانان ما بیکار هستند. اولا این را برای شما بگویم که آیا شما جوانان کارگر قوی آهنین مانند جوانان افغانستان دارید؟ جوانان شما که تا دوی شب بیدار و به عیشنوش نمیخواهم توهین بکنم، تا 10 روز آنها خوابیده هستند. اون جوان افغان بود که 30 متر، 100 متر، 1000 متر زمین را قریب به حفر میکن، چا میکن و 100 طبق ساختمان را سنگکاری میکرد. اون جوان افغان بود، اون مهاجر افغان بود، مهاجر افغانی که روزانه 500,000 تومان کارگری و قریب به کمتر امروز در ایران شما به کارگر ایرانی شما 1.5 میلیون تومان داده می شود، سرکار حاضر نمی شود. این ملت افغان بود، این مهاجر افغان بود که با معاش کم با مرگ خود دست و پنجه نرم می کرد. نکته سومی که شما اشاره نمودید، میگویید که خود را در این کشور چاق نمودن، حرف را که نباید شما مطرح میکردید. عزیز من، برادر من، اگر در کشور شما مهاجر افغان زندگی کرده، 10 سال، 15 سال، 20 سال زندگی کرده، والله که از دست نظام شما مهاجر افغان ما 1 لقمه نانم براعتی نخورده. هر سال یک برنامه جدید دولت شما بر سر مهاجرین تحمیل کرده. 1 سال به نام 100 میلیون کارت های سرشماری فلان و فلان. اونها در اون کشور آسایش نداشتن، در آرامش نبودن، چون نظام شما مهاجرین ما را در آسایش و آرامش نگذاشت. آیا شما فکر میکنید که مهاجرین افغانی که در کشور شما بودن با پول مفت سرمایه به دست آوردن، با پولی که اونها به عیشنوش بوده؟ نه خیر عزیزان و بزرگواران، اونا جوانانی بودن که پدر و مادر را رها کردن. 3 شب از عروسی سپری می شود، مهاجر می شود، حرکت می کند به سرزمین های همسایه، کشور و بستر گرم خود را رها می کند. اون با یک دل بالا نمی رود، اون از مجبوری و از این که در کشور کار فراهم نیست به خاطر لقمه نان حرکت می کند و می رود. شما می خواهید که دولت و ملت ایران را شما آباد بسازید. اون جوان افغان بود که با مرگ خود دست و پنجه نرم می کرد، زیر ساختمان ها می شد، داخل چاها دفن می شد. اون همچون مردان قوی و جوانان قوی مانند مهاجرین افغان